سلامی پر از مهر نثارتان، همدیاران عزیز، دوستان و استادان عالی قدر. بنده هلالی صبر هستم. خواستم اینجا شعر را از انیسه منانا و برای شما قرائت کرده باشم. همسایه من امشب دیوار علم ها بود، همسایه من امشب دیوار علم ها بود. دل خاطره می آورد در عرصه غم ها بود، دل خاطره می آورد در عرصه غم ها بود. در کوچه نومیدی در شهرک ارمان ها، فریاد سکوتی من با نقش قدم ها بود، فریاد سکوتی من با نقش قدم ها بود. در کشور امیدم گل زرد و خزان میریخت، در کشور امیدم گل زرد و خزان میریخت. هر روز در آن ظلم و آیین ستم ها بود، هر روز در آن ظلم و آیین ستم ها بود. صد گونه فشار غم، صد گونه نقار از هم، میدانی در این دنیا گم کرده رقم ها بود، میدانی در این دنیا گم کرده رقم ها بود. ای وای در این دفتر ثبت غزل دل نیست، ای وای در این دفتر ثبت غزل دل نیست. بازار سخن ویران بشکسته قلم ها بود، بازار سخن ویران بشکسته قلم ها بود. ارزان نبود کالا، نرخی همه چیز بالا، وجدان و همه انصاف با نرخ درم ها بود، وجدان و همه انصاف با نرخ درم ها بود. همسایه من امشب دیوار علم ها بود، همسایه من امشب دیوار علم ها بود.